سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان عزیز. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. در ارتباط با خبری که این چند روزه داره دست به دست میشه در مورد اینکه سازمان‌های نظارتی اروپایی اومدن و به سازمان تتر گیر دادن که شما پشتوانه‌ای نداری بابت این استیبل کوین که ایجاد کردی، با توجه به سررسیدش که فرارسیده نگرانی‌هایی رو ایجاد کرده. واسه همین حالا این ویدیو رو من ضبط کردم که این نگرانی‌ها رو بتونیم با همدیگه برطرف کنیم. اول اینکه ما ایرانی‌ها تو صرافی ایرانی باید USDT رو بر اساس حالا ریالی رو که تبدیل می‌خوایم بکنیم واریز می‌کنیم به صرافی ایرانی و بعد اون رو می‌خوایم به USDT یا تتر تبدیل کنیم که باهاش خرید و فروش کنیم یا بخوایم که کوین ها و توکن ها رو خریداری بکنیم. حالا ما به جای اینکه بیایم از USDT استفاده بکنیم میایم از USDC استفاده میکنیم. این استیبل کوینی که مبلغش مثل دلاره و یک استیبل کوین هستش. مثلا من خودم که حالا از صرافی ایرانی OMP فینکس استفاده میکنم، شما اگه در قسمت بازارها که وارد بشی، ما اینجا تتر رو میبینیم که قیمتش هست در حال حاضر 79437 تومن. حالا ما اینجا میایم و USDC رو که USDC که رو سرچ میکنیم و این هم یک استیبل کوین هستش که میتونید جایگزین تتر یا USDTش بکنید که اون هم قیمتش چنده؟ همون 79570 تومان. پس قیمتش متفاوت نیست. شما پیشنهادی که من دارم این که میتونید صرافی ایرانی، اونهایی که USDC دارن، پولی که واریز کردید رو تبدیل به USDC بکنید و اون رو حالا یا برای خرید و فروشی که نوسانگیری روی افزایش قیمت مثلا تتر میخواید داشته باشی بر اساس USDC باشه، یا اینکه نه، کوین ها و توکن هایی که میخواید تبدیل کنید و خرید و فروش بکنید بر اساس همین USDC انجام بدید. که حالا شما اگر در صرافی ایرانی نمیخواید کار بکنید، من خودم از صرافی البنک استفاده میکنم که شما میتونید مثلا در صرافی البنک وارد شدید، تو بخش مارکتش که وارد بشید، در بخش مارکت شما اینجا میتونید و در بخش اثباتش بالا سمت راست اگه توجه بکنید گزینه داره به اسم USDT. شما روی این USDT کلیک میکنید و بعد میتونید بر اساس USDC، BTC، ETH استیبل کوین هایی که هستن چیکار بکنید، یعنی بر اساس USDT یا USDC استیبل کوین ها و بقیهشون که حالا کوین ها هستن که مقابل توکن هایی که مقابل این کوین ها قرار میگیره هستن. شما اینجا میتونید روی USDC کلیک بکنید و اینها رو، توکن ها و کوین هاتون رو در مقابل USDC سرچ بکنید و باهاش چیکار بکنید؟ خرید و فروش بکنید. مثلا اگر بخوایم اینجا ما سرچ بکنیم، در اینجا مثلا ما میایم میزنیم BTC USD BTC. خب ببینید BTC رو که وقتی میاریم با USDT هست، دای هست، USDC هم هست. ما اینجا USDC رو انتخاب میکنیم و بر اساس این میایم و خرید و فروشمون رو انجام میدیم. و حالا معمولا هم ما فعلا اون صرافی هایی که اروپایی هستن، حالا این مشکل رو براشون ایجاد شده که ما حالا فعلا مشکل رو نمیتونیم داشته باشیم، ولی پیشنهاد من این هستش که ریسک رو قبول نکنیم و بیایم از به جای USDT از USDC استفاده بکنیم. این ممنون میشم که حالا این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید، اونهایی که نگرانی دارن از این مبحث سازمان‌های بازرسی که به تتر گیر دادن. ممنون و سپاسگزارم.